من زرینا در شهر پنجاکین تولد شدگی. زرینا شادیوا زن دیمی سایجون دیف میباشد. مادرم پنسیونر و پدرم گذشتگی. قاسینگل میگن دو قاسینگلی من که شوهرشون برآمدگی بودن. در تا عمرش کم موندگی. من همیشه خونه فهمیده که خودم پدرم به گفتن نمیتونم که هم خیلی کارها میشه. اونجی ما در پدرم نگاه میکنم خود ما خپیدن نمیتونم خیلی گریه کرده ایستم. صاحب فرزند شدین؟ افسوس صاحب فرزند شدم اینه که نابود شد. من فکر میکنم که آخرام بار ببینم پدرم رو. بسیار دشوار بود. گفتم که حیاتی من بودشن است. گفتم حیاتی و دختر سوزون با حیاتی من سوزون با از پیش میکند با من نمیبرم. من گفتم من نمیرم دیگه. تبارم دادشم به بسیار من خونه خالم آمدگی بودم و همسایه کم در خالم همسایه‌اش بود. همونجا شناخته بودیم. رحیم پروداکشن. سلام علیکم دوستان هواداران سامانه رحیم پروداکشن. برنامه سیرهای نوبت منظور شما میگردد. مهمان برنامه نوبتی ما یکی از چهره‌های شناخته گروهی شکرخند اپای زرینا بانو. شما را با برنامه خوش آمدید میگم اپا جان. رحمت کنم. و تمامیت خود را با کلی آن نفرانی که ما شما را تماشا دارد بیان می‌کردیم. سر سلام خودم رو به مخلصان شما به تماشاگران عزیز به اون نفرانی که ما دستگیری میکنن تماشا میکنن و همشون سلام خودم رو میرسونم و کجایی که باشن یکم سوق سلامت باشن بیرون از وطن باشن سوق سلامت به وطن برگردن و همشون سلام خودم رو میرسونم. تشکر زیاد اپا جان و می‌ندارم که در برنامه ما تشریف آوردین. رحمت با قسمتی تشکر زیاد با قسمتی سوال جوابات تیار هستید؟ البته. یکم بر برنامه تماشا کرده هستیم برنامه سیرهای گفتگو. ما برنامه‌تون رو تماشا میکنم. و میدونه که شرط برنامه ما همیه که باید نفر که در برنامه ما اشتراک میکنه یا بار گریه کنه. تیاری دست. مقصد مخلصان همین خیر میگن دوستان عزیز ما مجبوران یکم کس گریان نمیکنیم برای که هر کس در زندگیش یک پستی یک روزی غم درد داره. باعث در جدای سند در صحنه میخوانند لیکن هر یک کس در دونش غم درد داره. خوش به قسمتی سوال جواب میگردیم. یکم سوال با شما کم طور آید خود معلومات میدادید که ای کجا هستید و با چیکار مشغولید کی و در کجا تولد شدگی؟ من زرینا در شهر پنجاکین تولد شدگی مکتب 29 شهر پنجاکین رو ختم کردم و بعد از اونجا آمدم کالج تکنولوژی خوندم تمام کردم بازی باز به دانشگاه دوم ابرازوانی خونده شدم و تمام نکردم. دوم ابرازوانی ها؟ البته. تشکر زیاد اپا جان. پیدا شوی گروه شکرخند اولین صحنه بازیکنی شما بود؟ شما اینجا سرچشمه یعنی صحنه های حجیره سر کردین؟ البته وقتی که من فیلارمونی بچگانه رفتم کار میکردم اونجا استاد سعید اومدن اکای جراخان اومدن اونجا با اون همکاری کردن وقتی که با اونها اکتریس نداشتن گفتن که بیا قدیم بازی کن. من گفتم آخه من خوندگی نیستم من دستم نمیاد بازی کردن. خیلی گفتم بیا یگان که از تولد شدگی از مادرش حجیم‌نگار یا صنعتکار برآمدگی نیستن؟ گفتن بیا اشتراک کن خیلی که دست میاد. وقتی که من بازی کردم سر اول من نمیتونستم بازی کردم. بعد آهسته خیاط گرفتم هم خیلی همراه آنها کار سر کردین کار سر کردن رفتیم. بعد از اون صحنه بازیکنی شما یک مدت در بین مردم گپ‌ها بسیار شد که زرینا شادیه و زن دیمی سایجون دیف میباشد. نه این گپ‌ها همش دروغ است. اون کس فقط استادی من میشم فقط من راه آموختگیان کار آموختگیان فقط تمام من کس رو استاد میگم کس شاگرد گفتم رجا یعنی بین شما یگان رابطه جدی نبود؟ همچون شاگرد استاد؟ البته. تشکر زیاد به این سوال خودم پاسخ دادیم. با قسمت زندگی شخصی شما بعد میگردیم. کمتر آید زندگی خودتون گم میزدید شما اویله دو؟ نه جدا شدگی. کمتر میفهمونید که سبب پیدایش اویله شما انتخابی که بود سبب جدا شوی شما از کدام سبب شد؟ وقتی که انتخاب شوهر از جهت پدر و مادرم بود اونها انتخاب کردن من شوهر ندیدگی نیستم و بشه ندیده گرفتگیم. وقتی که من به شوهر برآمدم زندگی من خیلی ساز بود و بعد وقتی که شما قاسینگل میگن دو قاسینگلی من که شوهرشون برآمدگی بودن خیلی اونها به زندگی ما مویه کردن یعنی دخالت کردن در زندگی شما؟ جنگ و جنجال
از پشت هوایا من زندگی من جدا شده. شما در کجا شوهر کردید؟ در شهر پنجکین. در همون منطقه‌ای که شما خودتون زندگی میکردین همون نزدیکی خودتون بود؟ البته شهر پنجکین. حتی یگان بار همراه شوهری که شما را بزنه گرفتگی بود رو پرو صحبت یعنی عشق و عشقی پیش از توی شما نبودن؟ نه вообще ما вообще دیدگی نبودیم روزی زکس همراه ما دیدیم یا دیگری ما. اویلادور شیدین صاحب فرزند شدین؟ افسوس صاحب فرزند شدم اونه که نابود شد. تولد نشدن؟ تولد نشده 9 ماه دایشگاه بود. سبب جدا شوی شما زندگی شما چقدر دوام کردن پذیری؟ 7 ماه زندگی کردگیم تمام. بعد 7 ماه جدا شوی. بعد از اون شهر آمدین بعد کاروبار صنعت یعنی حاجی نگار را کیسر کردین بعد از اون چند خب بعدی شوهرم جدا شدم بعدی که کودکم نابود شد من بسیار عصبی شدم بسیار زخمی شدم بعد اینجا آمدم داخل شدم پشتیم گفتم کم در فکرم دیگر کنم که بسیار فکر نکنم آمدم اینجا داخل شدم با هم کار میکردم هم میخوندم زندگی ما خودم پیش میبردم بعد هم خیلی فکر و خیلی کم تربیت شدم که اثرم دور شد. پس برای چی همه دخترای جوانی که از شوهرشون جدا شوند شاید در قشلاق باشن در یگان ناحیه باشن همه وقت رو به سوی شهر یعنی به مرکز شهر میانه کار و فعالیت بسیارش به هر خیل کارو مشغول میشن بسیارش کاری میکنن که نسبت یعنی شوهرشون خصومت یعنی غضب خچونه بتن با کدام خاطر دیگر گفتم که بسیاریاش برعکس شوهرشون چی کارو میکنن مقصد قدری مرا ندونست اینا مرا هست نفرایی که حرمت میکنن پیش اون ماشین همه خیلی چیزا انتخاب صنعت شما و زمین ثابت سوزوندن شوهرتون نه ما вообще ما فکر نمیکردم که من در صحنه میبرم ما فقط کاری دولت میکردم نه که ما вообще نمیگفتم که من صحنه بازی میکنم من با قصدی با همین کارو میکنم نه خیلی گپانه بود من خواستی خودم که به همین کار رفتم نه که من با سوزوندن یک کسی دیگه با خودم از znameniti کردن خیلی نیتانه بود. تشکر زیاد اپا جان. با قسمت زندگی پدر مادر هستن پدر مادر این حال چی کاره؟ مادرم پنسیونر و پدرم گذشتگی. سبب گذشتن پدرتون در چی بود؟ سبب گذشتن پدرم کمتر بیمار بودم. راستیگه وقتی که پدرم کمتر بیمار میشن گریب میشن خواب میرن در خونه بعد امی سلفشون دوام کردن میگیرن سلفشون دوام میکنن بعد دکتر میرن آنالیز میسپرن خیلی بازی میکنن میگن که کسانشون روژه جگرشون تمام شده بعد میگن که این کسا یا دکتری وای برای دوشنبه سروشنا نپراولیم میتیم وقتی که دوشنبه میبرن مادرم زنگ دادن که من پدرت روان کردم خیلی تو اونجا بستی گیر دکتر بنشون ته وقتی که پدرم اینجا میبینم میبدارم پیش دکتر میبرم خودم میبدارم هم مرد آنالیز شما میسپرم وقتی که دکتر میگه که پدرت عمرش کم مونده که من همین سخن فهمیده که خودم پدرم بگفتم نمیتونم که هم خیلی کارها میشه عمرش در پدرم نگاه میکنم خود من خپیدن نمیتونم خیلی گریه کرده ایستونم نگه گنده تا مردن شما گفتگی نیستیم که عمر شما کوتاه موندگی فقط در بالای سرتون شما بودین پس برادران شما همراه پدر شما نبودن در حالت وزمین روزی که آخران حیات زندگی پدرتون بود راستی که اونا میدونستن که پدرم خیلی دکترای خیلی اکتیو میزنن که اشتباهی که حتی مادرتون هم درک نداشت نه درک داشتم من گفتم شونه که دکترم خیلی گفت اینجا راستی که اومدن که اون کس ساز میشه اگه چیلی مینویسم میرم نه که افسوس اومدن گفتن روژه دیگر تمام شدگی عمرش کوتاه موندگی بعد خیلی گول میکردن باور میکنن که یه آدمی که میدونی که میمرد خودت بزه میشی اما خیلی در پدرم نگاه میکردم عشقا میرخنه که ای پدرم با جای عشقا ما توضیح میکردم که اشتباه کسی حس نکنه که عمرش اون کوتاه موندگی یعنی تو آخرون نفسی که میکشید درک نداشت که جواب انالیز طبیبان یعنی مرگ ما روزی ما کم موندگی البته خونمش نمیکنم
خیلی شاید من نمازو میخونم شاید ساز میشم اما خیلی بیمور نخسته بزور میشنم نه که میخستم نماز میخونم که من خیلی خودو بدو کنم شاید ساز شوم خیلی خداوند عاقبت هممون مرگ هر یک مؤمن مسلمان بچشه خداوند جاش جنت کنم و در حقش دعای نیک میکنیم ای دست ما یک هفته دومیه دیگه چی اپا جان وقتی که من دوشنبه پدرم دوشنبه بردم خونه آخه جد من میدونستم که پدرم میگذرد من خیلی وقتی دوشنبه ماندم دو دادم من خجال کردم بخشش هیچ گم نداره اپا جان بخش وقتی که من قچال میکردم پدرم دو داد میگفتم من فکر میکردم که آخرام بار ببینم پدرم رو بسیار دشوار بود خیلی همه خوبش بهترین چی شد که دعای پدر را گرفتیم در آخرون نفس در برش بین دعای پدر را گرفتیم انشاءالله ما باور دارم که تا روزی که شما حیات دارین در زندگی مستقلانه خود قدم گذاشتین همه وقت دعای کلانسونا را گرفتی عاقبتت نیک میشه و زندگیت خوب میشه و شاید دعای همه که امروز به جدای صنعت به خوشبختی های زندگی رسیدی لیک همه وقت در حقش دعای نمیکنیم انشاءالله بخشش زیاد پجان ما شما را گیروندنی نبودیم برای که در صحنه دوستان نفرانی میبینن که مثال شما کرته اوستین کلتا میپوشن یا کرته روسی میپوشن یا سرلیج میکنن مقصد نسبت شما گپای زشت میزنن گپای قبیح میزنن خیال میکنن که شما هر روز میخورین کارتون فقط خوردن نوشیدن گشتن در شما غم درد چیز نیست نه دوستان هر یک آدم داره من فکر میکنم که شاید صحنه بازی کنی همه اپای زرنه محسوب زندگی باشه که یا سطح زندگی ما خوب کردن هیچ که سندش نمیبره یا خچه در نمایششون تا یا قطعه یک حجیمنگار یا سنکار دستی رو بخواه همراه اون نشوفره همین خیلی هسته اپا جان من خودم زندگی خود من خودم پیش میبرم چی کمبودی دارم چی ندارم همشه من خودم با یافتی خودم نگاه میکنم شما در اویله چند کسی؟ ما در اویله 6 نفر فرزند هستیم 2 دختر و 4 پسر پسر ها همش اویله دار؟ پسر ها 3 تاش اویله دار شدگی یک تا دیگهش نیولی شما کدام سال ای پنجکین با پاگیزه با شهری تشان می آمدین یعنی زندگی بعد از شوهرتون جدا شدن زندگی نویختونه آغاز کردین یعنی در شهری تشان سال 2015 سال 2015 آمده نه؟ تا سال 2015 آمدم تا حضورت انجام بعدی که در صحنه نشر می‌فریدین اویله شما یعنی مادر شما و اکا و دادرای شما در صحنه شما زید نبودن؟ نه اول میگفتم وقتی که نه اول میکردم میگفتم ولی ساعت بازی کردم نمیتونی یا که یگان لباسای ساز پوش خیلی گم میزدم نه که خیلی زید نبودم برای بازی کردن صحنه بازی کردن تو نه؟ یعنی انتخاب زندگی فقط از جانب خطون بوده چیزی را که شما خطون انتخاب میکردین فقط میگفتن فکر که اندیشه که همین کاری راستی درست هست یا نه ها؟ من میگفتم که اگر یگان کار کردن شما پیشکی میپرسم هم خیلی کار کنم ممکن است با میگفتن بین که با ضرری خودت نباشد با فایدت باشد با خودت کلان هستیم میفهمی زندگی را خیلی با خودت فکر کن کمتر بیم از اویلای از خشتابای شوهرت یگان که زنگ زدگیه که مقصد تو بعد شوهرت برآمدن علاقه بی‌راه شده یا به یک کارو دست داده یا همین خیلی یگان تنها و معلومات بود؟ نه یگان خیلی تنها معلومات نشنیدم نه که یک خشاشا گفتگن که خیلی اکن پشایمان شدن کاری کردگیشون که خیلی سر کردیم با مانا در کوچه انگشون قپی گفت که بایا میخوان که با ابران نتیه بیارن خونه که باز روی زندگی کنید نه که وای اوجه زن گرفتگی بود وقتی که زن گرفتگی بود چه وای دختری مردم بود چه نیست نه که وای که در بیرون کردی با مانا بجای سوزونده نه با حیاتی وای هم میسوزونه نه؟ من گفتم که حیاتی من بود چه نیست گفتم حیاتی وای دختر سوزون با حیاتی من سوزون با از پیش میکند با من نمیبرم من گفتم من نمیرم دیگه بعد دوباره شما قبول نکردین نه؟ نه قطعی زنی که گرفتم روات همونجا خوشبخت بوداش زندگی کنم شما را جوابتون 3 طلاقتون داده بود؟ نه من طلاق ندادگی بود نه زنگ میزد نه اون بعد که رفتیم جواب ما دادگی نبود هیچ قلیب زنگ نمیزد چند ماه گذشت زنگ نزد ببشه نه سراغ شما اومده؟ بعد همه شما دیگه رفت اومده پس کردی نه؟ این حال چی کاره؟ به غذای جدای صحنه چی کار میکنی؟
ما یک فیرمای شخصی با کار میکنم. اپراتور کسی شده. تمام حاضرش همین صحنه و کاری دیگه. آپای زنیم بیشتر وقتی که از زندگی مونده میشین یا روزای سختی زندگی پیش روی شما میاد بیشتر درد دلتون با کی خالی میکنین؟ مقصد در زندگی دونه یگون نفره که شوهر آینده شما شود در زندگی نوی شما قدمی نخستین خشک بذارد یگون محبت یگون دلدادایی داره؟ نه حاضرش به ندارم درد دل فقط چی درد دل دارم یگون گپ دارم فقط به مادرم گپ میزنم تمام دیگه یگون کس پای گپ زدن نمیتونم درد دل کردن نمیتونم برای که دوستم هم مادرم هستم همه جهته مادرم منو دستگیری میکنه همه جهته مادرم سعید میتونه که پدر شما کدام سال وفات کردگی؟ 2 سال پیش شما در جدای صنعت قدم ماندگی بودن که پدر شما بعد وفات کرد یگون صحنه شما را دیدگی هست پدرتون؟ صحنه من دیگه هستم پدرم آنها چی میگفتن اویدی صحنه بازیکنی شما؟ هیچی نمیگفتن پدر من یک آدمی بودن که خاکسار چی کارا بودن پدر شما؟ پدر من روسیه استا بودن استا بودن؟ در پیش استا بودن و وقتای آخر کار نمیکردن برادرام نمیموندن که پدرم کار کنن بعد خوناشی بودن پدرم در وقتای مکتبی در ایام خردسالی عشق نوجوانی مکتبی داشتی؟ نه وقتی که ما جابده وزی عشق عشقی نوازی نبارد عشق عشقی پیدا شده در ما مایده بودیم خیلی شوخی بازی میکردیم سیمفویا دیونا میکردیم معلمای دیونا میکردیم نه که عشق عشقی نبود خیلی گپ که مطرح دوست میدارم مطرح میگیرم خیلی گپ نبود؟ نه ما هیچ باوریم نمیاد ما فکر میکنم که در همه دور زمان عشق بود نه خیلی سنی 17-18 سالگی خیلی عشق بود کردم که یگان عشق و عشقی کردگی بودی پیش شوهرش یا نه؟ پس چی با نغزیده تا نگرفتی و محض با خواهش دل پدر و مادر کردی؟ نه وقتی که ما اونجا دوست داشته بودیم در روی ما خیلی تلفن‌های موبیلی نبود فقط تلفن‌های دامش نبود پشتم میرفته اوچرت کردی نیو کرده مثل که کی اوچرتی موبیل مزاحم می‌زدم نبودی خیلی علاقه و از دوشنبه بود من از پنجاکه شناسایی شما چخیل اینقدر رای دور شما ای پنجاکه نیای دوشنبه شناسایی شما چخیل پیدا شد؟ ما خشت برام در دوشنبه بسیار من خونه خالم آمدگی بودم و همسایه کم در خالم همسایه‌اش بود اونجا شناسته بودیم فقط تلفن قطعی گپ زدن یگان بار سیر گشت در پارکوی نه سرگشت بود نه که تلفن نبود خود و نه بعد 1-2 سال اومدیم و بعد تلفن‌های موبیلی همین مایده چه نوکی بلای نو پیدا شده بود چی با نزدیده شما ترا نگرفتن دیگه کسی گرفته؟ راستی که ما پنجاکه رفتم دیگر علاقه نبود تلفن نیست هم خیلی داشتیم رفتیم یا هر گوی که شما دوشنبه می اومدین در این کار بودین وقتی که اونجا میرفتین علاقه نبود تمام نه هم خیلی سیریز نبود وای نمیدونم وای دیگه جو رفت خیلی شد که هم خیلی داشتیم رفتیم اگر حاضی همون شخص پیدا شود دیم بارم میگیرین چه؟ آخه وای بعدی وای ما یک بار دیگه دیدم شه با نزدیکی دیدم نه که وای موجه زن دارد بودک دارد فرزند دارد ای پس زندگی خودش ما اکون هیچ وقت وای نمیگم که تو خواهی بیا ما نگیر ما اکو یک جاشه موجه دیر شد خواهی تقدیر نصیب یک باره که بعد این قدر سال یک دیگر دیدین یکون خیلی نشیدی؟ نه اما خیلی که وای بود علاوه دل مرده اپای زنین جدا شوی شما از گروپش سایجون دیو یعنی گروپ شکرخند چی بود؟ راستی من گروپ جدا شدگی نیستم درست استاد سعید کم در بیمار شدن مزهشون نبود به صحنه نبرمدن ایسا بیا وای اکا جرا خون گفتگی بیا قطعی ما صحنه بازی کن قطعی اولی ما چند تا صحنه بازی کردگیم نکی من جدا شدگی نیستم پس چی باید دیم برام ما دیدیم که با سایجون بود سایتی خودش صحنه چه کرده سای یعنی پیشروی کرده سای شما جرا خون یعنی بابای اهل دین همین شخصیت ها در گروپ وایو دیده نمیشین بعد یکی استاد سعید بیمار شدن خستم روسیگه ما هم نرفتیم اون کسی هم دعوت نکردن هم خیلی جدا شدیم رفتیم حوزی هر کی اپ سایت خودش هم سایت شد یعنی شما هر یک کدوم سایت شخصی خود نکردین سایت شما در سامانه یوتیوب چیه زرینه شده
اینا دوستان عزیز کسانی که میخوان همراه اپای زرینه دستگیری کنن یعنی همراه خودش در کامنت‌های صحبت کنن اینستاگرام شخصی خودشون دارن ها زرینه شده و فیسبوک زرینه شده و اینستاگرام یوتیوب کانال دام زرینه شده و بدرین دوستان عزیز ابونه شوین دستگیری کنین حتما هر روز یک نواری نو پراموی افیرو و چیزی که در زندگیش داره به هر یکی شما میپرتوی هر یک روز نیازی دارین همراه اپا میتونین که صحبت کنین فقط در سامانه شخصی خودش یعنی زرینه شدیه با در انجام صحبت چی گفتنی اپای زرینه؟ در انجام صحبت گفتنی هستم که به هم موفقیت خواهنم به شما تشکر که ما دعوت کردید به شما به کارهایتان موفقیت خواهنم تشکر و با مردم گفتنی هم که در این سال 2021 چه آرزویی که دارن در آرزوشون رسن در بیمارو شفا و بیکاران کار و همه سلامتی و بردباری همه بخوانم تشکر ایجاد یک سوال دیگر بعد یعنی خیر خشم میتونم برای که با پادپشتگان به نهایت واژنه گفتی ورسو اگر یگون نفر پیدا شد ولی بسیار زنگوات میکنن میگیریم یگون تایتری با دل گرداش باشه البته جوانه چی داشته باشه خانه ماشین پل یا خانه داشته باشه تمام اون ماشین پاشین پرابلم نیست خانه را دانو میتکنه خانه اگر زندار باشد به نام ما بزن باشد به نام خودش ما از چی وقت که زندار باشه به نام شما کنم بزن باشه به نام خودش خوب زندار باشه و برد پریزن شوخی این دیو را در شما کی میتره یا پروس آرزوی دل شما همیه نه چی ما اکو خیر هر کس میخواد سین سالش وجدی نیسته نه یا شای پیرای نه اما مصفد هم باشن امتردید باشن خیلی رب نرده کلت خونه جری کنه بشه اکو گفتنه که موسیقی مسافه داره نه خیلی گفتی که فرق ندارد به همین خاطر سوال دادم نه خیلی سین سالش خیلی اخدام یک چند سال کلام باشد میشه نه که خیلی زندگی فهم باشد آدم خوب باشد آدمی همه جهتا ناز باشد که تو قطعی پستی مستحکم بلندی باشد زندگی پستی را فهمم. بلندی زندگی باشد قطعی باشد در خورسندی و در غم و در همه چی قطعی باشد آدمی ناز باشد یکی یکون تامید 10,000مش بیا بگه که از سرشم خدامه گفته چی باور کنه که 2004 هم خیلی بسیار که گپ میزنه که آخه باید اولی بوده کانال زندگی چی باید نمیفهمم خیلی باید میگیریم اگه بچه‌ام یک حاضر بود به کدام خاطر اپا جون این سوال ما برای شما دادم که وقتی که کسی را برنامه میکنم اگر شوهرم داشته باشه این زنی تا زنی نیست ما میگیرم مثال مردم غریب شعر بچه‌ها مینویسن با هم خاطر دادم که اینا کسانی که میخواین زنگیرین کنکرین نقطش مسئولیت کردن بدروین یوتیوب کانال جا ابونه شوین یا لایک همونه نه کار خیر سلایا به خالی قبول میکنم دوستان عزیز همه شما حضور که یک حاضر بود یک شوخی بود در انجام صحبت خداوند به هر یکی شما عمری دراز تنیسیت واقعی در پناه الله باشین در برنامه نوبتی کسی را میخواین شما سخن کنین ما دعوت میکنیم خدا نگهبان